دوستان عزیز سلام، امیدوارم که اوقات خوبی رو تو سرور سانست گذرانده باشین. در خدمتتون هستم با آموزش ساخت هروئین و میخوام ساخت هروئین رو بهتون آموزش بدم. برای ساخت مواد هروئین شما باید تشریف بیارین به زمین خشخاش که لوکیشنش اینجاست. این آبی رنگ است. شما باید تشریف بیارین اول هم اینجا تا کشت خشخاش رو انجام بده. ببینید تو این زمین که بیان یه سری گیاه اینجوری بزرگ هم هست، خیلی این وسطاش که وایسین بعد بزن ای میاد، این رو میزنید و شروع میکنید به فارم کردن این مواد. ببینید کل این گیاه چیده میشه، گیاه بزرگیه و حالا تو اینونتوریتون اضافه میشه. همینجور بعد تو این محیط بگردید تا این گیاه ها رو پیدا کنید. مثلا یه دونه دیگه اینجاست، بزن ای رو میزنید و فارمش رو انجام میدین توی اینجا. به همین صورت این کار رو انجام میدین تا دستتون پر بشه، ظرفیت دستتون. ببینید ظرفیتی که برای خشخاش هست، تو هر دست 50 تا جا میشه. شما میتونید منزه 50 تا دستتون رو پر بکنید. بعد اینکه دستتون پر شد هم میرین دم ماشینتون و مثلا ماشین اومده اینجاست. این ماشینی هم که اینجاست خب بیشترین ظرفیت رو داره تو کل سرور. ماشین رم هستش، میتونید توی سایت سانست با توکن سایت و یا چیزین رو خریداری بکنید. یه ماشین خوب دیگه هم هست که ظرفیتش بالاست، ماشین گاردین فکر کنم حدودش 400 که از سایت سانست میتونه با پول آی سی با هم پول تو گیمتون خریداریش بکنید. بیاین دم ماشینتون، دستتون که پر شد گزینه آلت رو بزنید، دکمه آلت رو و کار انتقال رو انجام بدید. مثلا 15 تا دارم، 15 تا بزنم و همش منتقل بشه به این ور، یا حالا برعکسش هم که به این صورت هست. و اینجوری که حالا دستتون خالی شد تشریف به این دوره و ادامه مراحل چیدن این گیاه خشخاش رو انجام بدین. و خب اینجوری این کار انجام میشه توی سرور. خب حالا فرض کنید که ما همه فرما رو الان انجام دادیم و حالا هم ماشینمون پره هم دستمون. مرحله بعدی که شما باید انجام بدین، تشریف میبریم به این آزمایشگاه سمت راستی که توی نقشه هست، یا آزمایشگاه آبی رنگ تریاک اسمش، آزمایشگاه تریاک، و تشریف ببرین به این سمت و اونجا کار تبدیل خدمت رو عرض کنم این خشخاش به تریاک رو اول انجام میدید. واسه تبدیل ساختن هروئین اول باید تریاک بسازید و تریاک رو تبدیل به هروئین. حالا من اینجا رو اسکیپ میدم تا برسیم به دوستان. ببینید یه همچین محیطیه، شما باید میسید تا در باز بشه، میرید داخل، حالا ماشینتون اینجا پارک بکنید، اما ماشینتون پیاده بشین و حالا این مسیر یه ذره راسته پیچیده است. اگه بار اول میاد احتمال اینکه حالا گم بشین هست، ولی ببینید من چه جوری میرم این مسیر رو و طبق من بیاین جلو. ببینید این در و باز شه، به این سمت چپ ما باید بریم، مستقیم اینجا رو ادامه میدیم. اینجا که نور سبزی هست بعد بیان اینجا داخل دوباره اینجا میشیم و خب اینجا میبینید یه حاله یه نور سبز رنگ هست و اینجا محل تبدیل خشخاش به تریاکه. شما گزینه ای رو میزنید و منتظر میشین که حالا تبدیل رو انجام بده. توی این تبدیل هر 5 تا خشخاش که برمی‌داره بهتون 5 تا تریاک میده. این کار رو انجام میدین، دستتون رو خالی میکنید، دوباره برمیگردید سمت ماشین، این تریاکی که ساختون رو میزنید تو ماشین و خشخاشی که پشت ماشین هست رو تو دستتون میزنید، دوباره میاد تبدیل میکنید و این فرآیند رو انقدر تکرار میکنید تا تمام خشخاشایی که تو دستتون هست تبدیل بشن به تریاک. حالا تریاک رو که ساختیم، مرحله بعدی تبدیل تریاک به هروئین هستش. برای این کار از اینجا ببر بیرون میایید، بعد اینکه همه خشخاش تبدیل شدن به هروئین
خود من اشتباه اومدم. خب اینجا طبیعیه بچه، اگه بار اول حالا داریم اینجا احتمال گم شدن توش زیاده، چون پیچ در پیچه و حالا یه چند باری برید دیگه دستتون میاد تقریبا اینجا که به چه صورت هستش. خب اینجا سمت ماشینتون و حالا من این مسیر رو اسکیپ ندادم که ببینید چجوری باید بیاید. ما گم کردیم ویدیو من رو ببینید و ببینید چجوری. ببینید اینجا که آرم یه تی هست و اسمش هم هست آزمایشگاه هروئین. دوستان که جی تی بازی کردن، جی تی آفلاین، اینجا خونه ترور هستش. باید به اینجا به این سمت شما رانندگی بکنید و خودتون رو برسونید به اونجا که کار تبدیل رو انجام بدین. حالا من یه تیر اسکیپ میکنم. خب دوستان اینجا هستش محل تبدیل آخر. تشریف میاد به سمت اینجا و حالا تو این خونه باید بیان و خب حالا اینجا من الان یه باگ خورده برام و حالا این توی خونه رو هم نشون نمیده، ولی حالا توی خونه که بیان یه همچین دایره گزینه ای رو که بزنید تمام خدمتتون عرض کنم تریاکاتون رو تبدیل میکنید اینجا به هروئین و دیگه موادتون حاضر میشه. هر 5 تا تریاک به شما یه دونه هروئین میده و اینا حالا سیستمش که میخواین بدونید چجوریه و حالا مثل تبدیل قبلی تمام تریاکایی که دارین رو باید تبدیل کنید به هروئین. حالا مثلا دست من خالی شده از تریاک، میرم هروئینا که ساختم میذارم تو ماشین، اما ماشینم تریاکا رو برمی‌دارم دوباره میام تبدیل میکنم تا همش تبدیل بشود و به این صورت من الان موادم رو حاضر کردم. حالا شما یه مرحله میتونید اضافه برین که این هروئینتون رو به اکسترا هروئین تبدیل کنید. ویدیوش آموزشیش رو توی به اسم ویدیو اکسترا درایو من میذارم توی ویدیو آخره، حتما نگاه بکنید. اونجا بهتون توضیح دادم که میتونید یه مرحله اضافه تر انجام بدین، بعد بریم به سمت درایو دیلر و موادتون رو بفروشین تا پول بیشتری بیاد. اگه نه میخواین همون حالت عادی به فروش برسونید، همین هروئین که درست کردیم تشریف اینجا که آرم درایو دیلر هست مارکش میکنم، به اون سمت رانندگی میکنید و میرید که تمام چیزهایی که ساختین رو اونجا به فروش برسونید. من حالا این تصدیق میکنم تا به اونجا برسم. خب دوستان مغازه فروش هروئین یا همون درایو دیلرمون کلا اینجاست. شما میاد اینجا گزینه ای رو فشار میدید و خب این هر یه دونه هروئین قیمت 4400 دلار ازتون خریداری میکنه. هر چقدر که حالا هروئین داریم با این دکمه سمت راست کیبوردتون که بزنید تعدادشو زیاد کنید و اون تعدادی که دارین رو به فروش برسونید اینجا و پولش رو دریافت کنید. مجدد یادآوری میکنم اگه میخواین که حالا این هروئین که ساختین پول بیشتری به شما بدهتون با قیمت بالاتری بفروشین، میتونید یه تبدیلی به اسم حالا تبدیل رو انجام بدید در واقع و اون تبدیل این هروئین رو به اکسترا هروئین تبدیل میکنه. من آموزش رو تو ویدیو حالا پایینتر براتون میذارم، تو ویدیو اکسترا درایو حتما رو نگاه کنید. اول به اون تبدیل انجام بدید بعد بیان تبدیل بفروشین، ولی اگه نه میخواین همون حالت عادی به فروش برسونید همین کاری که من کردم و انجام بدین و هروئین که بحثی که ساختیم به اینجا به فروش برسونید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید واقع شده باشه و لحظات خوبی رو تو شهر سانست بگذرونید. موفق باشید.